بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینجا جمع آمدگان از نزدیکان و بستگان نصرت الله سعیدوف می باشیم. نصرت الله برادرزاده استاد مرحوم سید عبدالله نوری یکی از جناح‌های برقراری صلح و آشتی ملی در کشورمان می باشد. سبب این جمع آمدن نگرانی عمیق خود نسبت بازداشت برادرمان می باشد. چنانه که از شبکه‌های اجتماعی الکی خبر دارید، در روز 24 ینور برادر ما نصرت الله را برای ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان دعوت نموده و بازداشتش میکنند که تا امروز مقامات دلیل این بازداشت را اعلان نکردند. بعد بازداشت حتی اجازتی به خانواده‌اش خبر دادن را برایش ندادند. صبح 25 ینور 4 نفر دیگر از نزدیکان و باشندگان دهه را به بازپرسی دعوت نموده بگاه همان روز رهایشان میکنند و همین طور از مقامات به خانه سیدالله نورالدینوف که او هم از فرزندان و بستگان ما می باشد و فعلا در زندان قرار دارد آماده مادر او را نیز مورد بازپرسی قرار می دهند. قبل از این هم بارها نزدیکان و بستگان ما مخصوصا نصرت الله به نهادهای قدرتی دعوت می شدند و حتی 2 نفر از آنها که حالا همین جا حضور دارند 5 شبانه روز در زیرزمین بینای ریاست کارهای داخلی مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته بودند که مجبور به هجرت و ترک کشور شدند. این و خیلی از نمونه های دیگر که نمیتوانم همه آنها را اینجا گنجاند وجود دارد که ما خانواده و نزدیکان ما و آینده فرزندان ما را خیلی تحت نگرانی شدید قرار داده است. ما از همه نهادهای قدرتی قاطعانه طلب می نماییم که دست بردارید از همه گونه تعقیب و فشار و آزار مردم و نزدیکان و بستگان ما و مخصوصا نصرت الله سعیدوف. ما از مقامات طلب می نماییم که از ایجاد هر نوع ترس و رعب و وحشت در بین مردم دست بردارید. ما از مقامات کشور آزادی هر چه زودتر نصرت الله سعیدوف را طلب داریم و آمادگی خود را برای اقدام‌های بعدی تا آزادی نصرت الله سعیدوف اعلان می‌داریم. ما همچنین از تمام نهادهای حقوق بشری و سازمان‌ها و تشکیلات‌های بین المللی، شخصیت‌ها و افراد مؤثر در امور درخواست می‌کنیم تا به این قضیه توجه جدی ظاهر نمایند. فرزندان استاد سید عبدالله نوری، تشکر به دقتتان.